حکایه یک روز خواندم، میگه یک شخصیت، یک اهل علم اون قدر نغز نمیدیده است، اون قدر دوستش نمیداشته است. یارو دوستا دائم وصف میکردن که فلان انسان آدمی صالح است، خوب است، عالم است، در جمعیت خدمت میکنه، اما این شخصیت همین عالم بد میدیده است. بعد از اون این دوستاش بسیار برای وی مجبور کردن، گفتن توی قدر بدبینی نکن، وی دوست خدا است، آخه عالم است. بعد روز از روزها این شخصیت همین عالم خونش مهمانی دعوت میکنه، خونش مهمانی دعوت میکنه. این اهل علم در خانه شخصیت می آید، ضیافتش میکنه، قدردانیش میکنه، برآمده میروه. بعد از رفتنش این نفر، بگیم این صاحب خانه، در لب همین تریزه خانهش چند سوم ماندگی بوده است، چند سوم ماندگی بوده است. وقتی عالم میروه این نفر میخیزه، خانه میاد میبینه که پولهاش نیستند. این انیق میکنه که این پولهای من همین عالم گرفته، همین داملا دوزی، چون انیق میکنه، یقین میکنه نسبت به همین اهل علم بدبینیش زیاد میشوه، زیادتر بدش میبینه. اگرچه بدبینیش هم زیاد است، اما بدبینیش آشکار نمیکنه. همراهی دوستاش هر وقت اونها یعنی وصف تعریف میکنن این عالمه، این شخصیت میگه شما ویا نمیشناسه، من خوب میشناسم. از بین یک سال میگذره، یک سال میگذره، روز از روزها همراهی دوستاش بحثشون میشوه. بعد از آن دوستاش میگن تو از همین عالم چی ضرر دیده که این قدر بدبینیش میکنی؟ بعد این شخصیت میگه که این عالم دزد است. میگن سبحان الله، چی نوع دزد؟ این زارش میکنیم از ما چیزی نمیگه، چی نوع دزد است؟ بعد بیان میکنه که همون روزی که من خانه مهمانی دعوتش کرده بودم یک سال پیش، همون روز از لبی هم تریزه من پولها هم بودن، دزدید پولامه. بعد این سخن در اهل علم میرسه. وقتی میرسه به خانه این شخصیت دعوتش کنن، میایرن، میاد در خانه داخل میشوه، نگاه میکنه که در همون گوشه ای خانه یک شکاف چیزی ماندگی است بلند، در لبی همون شکاف یک قرآن ماندگی است. بعد همون قرآن نگاه میکنه، این عالم بسیار گریان میشوه، گریان میشوه. وقتی گریه میکنه صاحب خانه انیق میکنه که این عالم اکن یعنی گناهش اقرار میکنه، به گردن میگیره دزدیشه. بعد از اون شخصیت صاحب خانه میگه میلش گریه نکن حضرت، میگه من بخشیدم پولام دیگه از تو سراغ ندارم. میگه من برای پولای تو، برای بخشیدن گریه ندارم. میگه برای چی گریه داری؟ میگه گریه من برای این است که تو یک سال میشه که این قرآن نکشاده ای. این عالم میگه وقتی میره قرآن میبرداره، همون روزی که این عالم مهمانی دعوت کرده بود، وقتی در میکشاید، شمال از بیرون وقتی داخل میشه پولهاش در درون میچوشه. این عالم این پولها را گرفته، در همین یکم صفحه قرآن میمونه. میگه این شخصیت میگه که قرآن شا کشاد، پولهاش میابه میگیره. میگه گریه من برای این است که تو یک سال میشه که این قرآن ورق نزده ای، نکشاده ای. متاسفانه امروزها قرآن در خانه های ما غریب شده است. قرآن در خانه ما یک چیزی، مردم چی فکر میگن؟ شاید که قرآن در ماه رمضان بخوانی، یا شاید این که قرآن برای خدایی ها و تلاوت صدقه ها باشه، یا اینکه برای مرده ها باشه. والله قسم از مرده و بیمار دیده من و شما زیادتر به این قرآن محتاج تریم. اون مرده جاش گرفته از خواب است، آرام. اما قسم به نام الله، من و شمایی که امروز پریشانیم، غریبیم، پرمشقتیم، به درد و داغ و طعنه دنیا مبتلا و گرفتار هستیم، من و شما زیادتر به این قرآن محتاج هستیم. قرآن کتابی هست که جناب پیغمبر یک بسیار وصف زیبا کرده. میفرمایند که القرآن و معدوبة الله فی الارض. میگه قرآن یک دسترخوان پر از خوبی های پروردگار است در روی زمین. دسترخوان، وقتی انسان دسترخوان می اندازه، مهماندار میشه، چقدر ضیافت عزت میکنه، هر چیز دل انسان خواست او استفاده میبره. اما امروز ما متاسفانه از این سفره قرآن استفاده برده نتوانسته ایستادیم. به چه خاطر؟ به خاطر از علمش دوریم، از معناش دوریم. امروز درد جهالت، درد بیسوادی ما را والله قسم خار مکرده است. جناب پیامبر میگه هلاک شدن امتی من، خار شدن امتی من در